همه ما دخترها یه مودی داریم که ممکنه که نصف شبای آن بشه. اون مود چیه؟ آرایش کردن یا لباسای خاص پوشیدن. الان ساعت 11:30 شب یادم افتاده که باید میکاپ کنم. دوست دارم به اندازه اینکه دارم میرم عروسی میکاپ کنم. مطمئنم که خوب در میاد، چون که نمیخوام جایی برم. هر وقت جایی نمیرم آرایشم خوب در میاد. پرایمر شکلمو استفاده میکنم چون وسعم به بیشترش نمیکشه. اینم ارزون نیستا، ولی من نمیدونم، برعکس خیلیا که دنبال یه برند خیلی خفنم، من با شیگلم خیلی حال میکنم. الان من چیکار کنم؟ در واقع چون نمیتونم اونا رو پرداخت کنم اینجوری میگم، اینجوری نیست. اصلا هرچی که باش راحتی رو استفاده کن. اصلا چه به حرف من گوش میدی عزیز من. الان چون که میخوام برم عروسی، پس برای شما یک فاندیشن انتخاب کردم. چرا انقدر دارم انگلیسی میگم؟ بچه‌ها واقعا توی اطرافیان ما هیچکی قصد ازدواج نداره. مجردم دور من زیاده، ولی نمیدونم چرا بچه‌ها هیچکی تصمیم نداره ازدواج کنه. الان جواب خودم میدم، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی کشور ما فوق‌العاده است. همه چی در کشورمون گل و ولوله. برای همین بچه‌های ما تصمیم گرفتن که ازدواج نکنن. چی شد؟ فکر می‌کنی چی شد؟ سوگل احمق دوباره یادش رفت که ژل ابرو بزنه. بچه‌ها میخوام عروسی مثلا عروسی‌های خیلی چیزام باشه، لوکس و لاکچری باشه. عروسی مثلا تیلور سویفت من دعوت شدم. واقعا دارم چرت و پرت میگم. سایه‌مو خیلی بزنم یا نه؟ بالاخره خب عروسیه دیگه، عروس باید تو چش باشه. بچه شعور باید آدم داشته باشه. تو عروسی یه سری لباسا رو نپوشه، یه سری آرایش‌ها و میکاپا رو نکنه. خدا به خیر بگذرونه. آجا من هیچ وقت از این سایه استفاده نکرده بودم و چرا باید برای عروسی یه نفر من این رنگ رو بزنم؟ الان متوجه میشید که من چرا آدم مودی هستم؟ اصلا نمیام عروسی. کار در اومد. کار در اومد. بفرمایید موز. حالا لباس چی بپوشم؟ عاشقم عاشق تو، از همه دیوونه ترم. قرارمون یادت نره. بچه من عاشق هایلایترم، من برای هایلایتر میمیرم. خب به انا سوگل داری چی کار میکنی؟ سوگل به نظرتون کار در آوردم بچه ها؟ میکاپ در حد عروسی نیست، ولی فکر کنم تا یه کافه رفتن اومدن خوب باشه. آرایشم خوب شد؟ بی‌نظیری. ما خانواده‌تیم، همیشه دوستت داریم، بچه‌ش ما خوشگلی. زهر مار. الان که ساعت 12 ولی خیلی خوب در اومد.